سلام بیننده عزیز، طاهری سفر هستم با سرخط خبرهای امروز جمعه 1 مارت. در برنامه امروز اول درباره همکاری‌های نظامی چین و تاجیکستان میگوییم که سال به سال گسترش می‌یابند، هرچند مقامات دو کشور نمی‌خواهند در این باره صحبت کنند. بعد از سکوت چند روزه مقامات وزارت دفاع چین گزارشات درباره پاسگاه این کشور در مرغاب تاجیکستان را شرح دادند. چه گفتند؟ منتظر باشید، در برنامه خبری خواهیم گفت. گزارش دیگری داریم درباره سرنوشت غم‌انگیز یک دختر تاجیک که میگوید نابالغ بود، تجاوزش کردند ولی کسی از مقامات انتظامی به دادش نمیرسد و گناهکار را جزا نمیدهند. سیوره کریم و خودش به رادیو آزادی نقل کرد که کسی شکایتش را نمیشنود. قصه او را در برنامه خبری امروز خواهیم گفت. و خبر برای ساکنان اطراف کارخانه سمنتی شهر دوشنبه داریم که هر روز گرد و دود این کارخانه را نفس میگیرند. مقامات رسمی گفتند که ممکن است تا چند سال دیگر کارخانه سمنت را ویران کنند، ولی حالا نگرانی این است که عین کارخانه دیگر را در نزدیکی آن میسازند. معلوم نیست کارخانه نوی استحصال سمنت با کدام تجهیزات کار میکند و یا آلودگیش برای دوشنبه کمتر خواهد بود یا نه. گزارش خوبی در این باره داریم و منتظر باشید، در برنامه خبری تقدیم می شود. و یک خبر و گزارش دیگری هم از سوخت داریم درباره جفتی که گرفتار بیماری نارسایی مسئولیت بدن و یا ویچ سپید هستند و زندگی نوی را همراه آغاز کردند. این جفت چند پیش در شهر خوجند ازدواج کردند و همکار ما جشن عروسی آنها را به نوار گرفت. خوب، برنامه خبری ما تا کمتر از 3 ساعت دیگر شروع می شود. مثل همیشه ما را در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید ساعت 5 به وقت دوشنبه، و اگر در مسکو یا سنت پتربورگ هستید برنامه ما ساعت 2 نشر می شود.